وکیلان پارلمان تاجیکستان با بررسی طرح دو قانون تنظیم رسم و آیین‌ها و قانون ثبت اسناد حالت شهروندی پرداختند که بر اساس آن در منزل زیست به جا آوردن نکاح منع می شود. اگر تغییر و اضافه ها به این قانون ها وارد گردد، من بعد دوملو به اداره زکس دعوت نمی گردد و در آنجا خطبه نکاح خوانده می شود. یعنی طور وکیلان پارلمان میگویند ضرورت مخصوص به خانه داماد و عروس دعوت نمودن دوملو نمیموند. همکارم میرزانبی خالقزاد با چند وکیل پارلمان اوید به این مسئله صحبت کرده است و حالا از اون میپرسم ضرورت این اقدام برای چی است. سلام، سخن به شما. بله شهلا، در حال حاضر این بررسی را وکیلان کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان شروع کردند و طوری در صحبت به ما گفتند هدف اصلی جلوگیری از صرف و خرج زیاد در وقت عقد نکاح بوده است. وکیلان میگویند برای ادای عقد نکاح هم طرف داماد و هم عروس شروع از آماده کردن غذا و گستردن دسترخوان و پوشانیدن جامه و رومال و کرتا به شاهدان و وکیلان نکاح خرج میکنند و این دیگرگونی در طرح نظامنامه این دو قانون که شما گفتید از این خرج و صرفها به قبل وکیلان پارلمان جلوگیری خواهد کرد. سید جعفر عثمانزاده عضو کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت که این مسئله برمیگردد به موضوع تنظیم رسم و آیین و معرکه ها. وقتی این طرح به تصویب رسید دیگر دوملا برای نکاح به خانه زکس دعوت کرده شده و پس از انجام عقد یعنی زکس خطبه نکاح را در همانجا قرائت میکند و به خانواده نو دعا میکند و تمام. اداره زکس باشد به دوملا یک سند مخصوص میدهد، در حقیقت عائله جوان نکاح کرده شده. خب ببینید با این اقدامی که وکیلان روی دست گرفتند اهل روحانی و دوملاها چی میگویند؟ نظری آنها را پرسیدید؟ بله شلا، درست این سوال را ما با چند تن از دوملاها در میان گذاشتیم. برخی از آنها میگن حالا هم توی عروس داماد و هم عقد نکاح با صرفه صورت میگیرد و تحت نظارت اعضای اداره تنظیم رسم آیین قرار دارد. برای مثال آنها میگویند عقد نکاح با حضور وکیل و شاهد صورت میگیرد و حالا برای نکاح به قبل آنها تا 100 سامانی برای وکیل میدن و همین مقدار برای ملا و برای 2 نفر شاهدان 20 سامانی میدن. یعنی در مجموع تا 250 سامانی خرج خواهد شد و این همه با رضای خداوند صورت میگیرد. اما وکیلان پارلمان میگویند صاحبان عروس داماد به ملا به غیر از پول باز جامه و لباس تقدیم میکنند و باز دسترخوان میکشند و مال میکشند که این همه خرج است و از این صرف و خرجات جلوگیری باید کرد. ولی به هر صورت تا زمان تصویب این تغییر و اضافه ها به قانون تنظیم رسم آیین و نظامنامه اسناد شهروندی فرصت هست، اگر نمایندگان مفتیات و شورای علما و سازمان های امور عائله و زنان می توانند پیشنهاد خود را به پارلمان و یا در مطبوعات نشر کنند. کمیته اجتماعی عائله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان در روزهای نزدیک طرح تغییر و اضافه ها را به کمیته های دیگری مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد و بعد دریافت نظر آنها به شورای مجلس پیشنهاد شده سپس به اجلاس نوبتی وارد کرده خواهد شد و آیا به تصویب میرسد یا نه هنوز ما پیشکی چیزی گفته نمیتونیم. خب تشکر برای تفصیلات. یادآور میشوم که حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم و آیین را در سال 2007 قبول کرد. هدف از آن کاهش دادن خراجات توی و اعضای مردم گفته میشد. این قانون شماره مهمانان را از 140 تا 200 نفر، طول برگزاری چنین مراسم را 3 ساعت و برای نقض این شرایط تا $800 جریمه مقرر کرد. طبق این قانون هر نفری که مراسم توی یا اعضا آراستن میخواهد باید پیشکی از مقامات رسما اجازت گرفته طعامنامه و حتی مقدار گوشت و برنج را که میخواهد استفاده برد در مقامات به اصطلاح اوکی کند. خب بینندگان عزیز، حالا یک آگهی پیشنهاد می شود و بعد آن گزارش خواهیم داشت درباره مشکلات بی‌مکتبی در یکی از دهه‌های جنوبی تاجیکستان. با ما بمانید.